سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، امروز هم که باشد بهر شما یک احادیث را از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم و سمع شما میرسانم. سلسله درس های ما و شما در بیان احادیث های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بود. به لطف الله مهربان امروز هم حدیث به سمع شما میرسانم و از هر یک و یک شما دعای نیک طلب دارم. این حدیث با دقت گوش کنید که برای هر یک ما و شما در کاری هست. اگر خطا نکنم از اسامه ابن زید رضی الله عنه حدیث روایت می شود. می گوید جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم روز در مجلس نشسته بود، یاد از قبر یاد از قیامت میکرد. همه مردم گریان بدن، همه میگریستن. من همه کوشش میکردم که گریان شوم، از چشمم آب جاری نمیشید. وقتی که مردم خسته از نزد پیامبر رفتن، پیامبر تنها که مون، پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم رفتم نشستم. گفتم یا رسول الله، برای چی وقتی یاد قیامت میکردی، یاد قبر میکردی، مردم میگریستن و ما گریستن نمیتونستم؟ رسول الله به طرف من نظر کرد و گفت یا اسامه جمود العین، ای اسامه چشمایت یخ کردگی. ای جمود عربا گفته یخ میگن، گفت چشمایت یخ کردگی یا اسامه. گفتم یا رسول الله، پدر مادرم فدایت باد، چشم انسان برای چی یخ میکنه؟ رسول الله در جواب گفت من قسوت قلبی، دل تمردگی. ای دل انسان وقتی که بمبره، دل انسان وقتی که از ذکر پروردگار غافل که شود، تاریک که شود، سیاه که شود، چشم دیگه قاق می شوند، آب دیده جاری نمی شود. گفت دل تمردگی است. گفتم یا رسول الله، دل انسان در چه حالت می بره؟ پیامبر گفت من کثرت ذنوب، ای بسیاری گناه. انسان چقدر گناه بسیار کردن که گرفت دلش تاریک می شود، دیگه هدایت نمی بینه. گفتم یا رسول الله، انسان گناه در چه حالت میکند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که من حب دنیا، ای دوست داشتن دنیا. انسان بسیار دنیا را که دوست بداره بسیار گناه میکنه، آخرت چه فراموش میکنه. علل خصوص امروزه ما و شما که دنیا را سخت که دوست میداریم، طاعت بندگی الله در جاش کردن نمیتونیم. به همین خاطر اسامه را چه گفت رسول الله؟ گفت که انسان وقت بسیار گناه میکنه که دنیا را بسیار دوست میداره. میگه گفتم یا رسول الله، انسان در چه حالت دنیا را سخت دوست میداره؟ الکی از این حدیث ما و شما درک میکنیم که دنیا دوستا کی را میگن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت دنیا را وقتی سخت دوست میداره که تمنای زیاد کنی، آرزوهای بسیار کنی. در دنیا بسیار آرزو میکنه که مثل فلانی خانه و در داشته باشم، مثل فلانی مقصد ماشین های زیبا داشته باشم. هر روز آرزوی دنیا را میکنه، هر روز مقصد نقشه ها میکشه که در همین سال باید من این گناه کنم، در همین سال باید این گناه کنم. بعدا میگه از پیامبر پرسیدم یا رسول الله، انسان بسیار تمنا کردن دنیا را ای چی سببه؟ پیامبر آخری گپ شده چی بردن؟ گفت من نسیان این موت، ای فراموش کردن مرگ. انسان وقتی مرگ فراموش کنه بعدا به هر گناه چکو میکنه؟ دست میزنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت. به همین خاطر نگاه که پیامبر زینه به زینه آورد، در آخر چی گفت؟ سبب همش فراموش کردن مرگ. به همین خاطر دوستان عزیز، امروز هر کجا که باشیم باید مرگ خود را یاد کنیم. مرگ خود را یاد کن، گریه بسیار کن، روز می روی به زیر لحد توشه تیار کن. همه ما و شما دوستان عزیز روز این دنیا را پدرود میگیم. اگر نظر کنیم میلیونر هم که باشیم ما از این دنیا پدرود میگیم، فقیر هم که باشیم از دنیا پدرود میگیم. در هر کجا که باشیم مرگ بالای من شما حتمی آمدنی است. به همین خاطر دوستان عزیز کوشش کنید که در این دنیا شما خودتون همچو حس، همچو یک بنده غریب حس کنید، ابدی حس نکنید. برای اندک مال دنیا شده آخرتون نفروشه.
دوست داشتن دنیا را پیامبر چی گفت؟ از آرزوهای بسیار. چنقدر که الله با ما مال و ملک داد به همو تکیه کنیم، قناعت کنیم، بسیار آرزوی بسیار هم نکنیم. شاعرم در شعرهای خود چه زیبا میفرماید: بیا که عمرت به 50 رفت، مگر خفته بودی که بر باد رفت. ما شما را نصیحت میکنم زی 50 درهم اگر 5 درهم کم شود، دلت ریشی سر پنجه غم شود. اگر 50 درهم داشته باشی میگه 5 تاش کم شود، تا روز خوبت نمیبره که این 5 درهم ما کم شد. زی 50 سالت برون شد زی دست، غنیمت شمار 5 روزه که هست. 50 سال عمر تا به عصیان و به رسیوهی دادی، میگه به گناه و به معصیت دادی، الکی همون 5 روزت که مونده است همون را غنیمت بدون. دوستان عزیز، این حدیث شامل همه ما و شما مسلمان ها است. باید هوشیار باشیم، زیرک باشیم، تیاری خود ببینیم. یک انسان از یک عالم پرسان کرد چه روز بهتر برای انسان هست؟ عالم در جواب او گشته گفت روزی که انسان میدونه که فردا میمیرم، فردا مرگ به سر میآید. گفت آخه این غیر ممکنه، انسان مرگ نمیدونه، غیر الله هیچ کس نمیدونه که انسان کی میمیره. گفت مادامی که تا باشه هر روز تا غنیمت بدون، نمیدونه که مرگ کی میاد، هر روز تا غنیمت بدون. به همین خاطر دوستان عزیز، در هر کجا که باشه به یاد مرگ باشه، مرگ فراموش نکنید، طاعت بندگی الله کنید، ان شاء الله خداوند متعال در هر کجا که باشه شما را به رحمت خود نگه میداره. پروردگار مهربان ما را محبت به اسلام و به قرآن و پیروی به شریعت رسول الله صلی الله علیه و آله خدای موفق بگرداند، از معصیت و گناه همیشه ما را دور بگرداند، یاد قبر و قیامت در فکر یاد ما خدای مهربان ابدی نگه بداره. آمین.